سلام دوستان خوبم، خوش اومدین به اپیزود 4 فصل خودشناسی و شروع مسیر. اینجا اریس وکسه و امروز میخوایم درباره یک موضوع مهم صحبت کنیم: انگیزه درونی و بیرونی. میدونین خیلی وقتا تلاش میکنیم ولی حس میکنیم انرژیمون زود تموم میشه. در ادامه میخوایم بفهمیم چرا و چطور میتونیم انگیزه واقعی ایجاد کنیم. اول از همه یه نکته ساده: انگیزه چیزی نیست که فقط بیرون از ما باشه. ما دو نوع انگیزه داریم. یک، انگیزه درونی، اون یکی از درون ما میاد. وقتی کاری انجام میدیم که دوستش داریم، بهش علاقه داریم یا حس رشد میکنیم. مثلا مطالعه یه موضوع جذاب یا نوشتن در دفترچه شخصی. این نوع انگیزه پایدارتره و باعث میشه حتی در زمان سختی ادامه بدیم. دو، انگیزه بیرونی، وقتی کاری انجام میدیم که به خاطر پاداش، تشویق یا فشار دیگرانه. مثلا برای گرفتن امتیاز یا جایزه یا تعریف دیگران. این انگیزه سریع اثر میکنه ولی معمولاً دوام زیادی نداره و وقتی پاداش از بین بره انرژی هم کم میشه. نکته مهم: بهترین حالت ترکیب هوشمندانه این دو نوعه. با انگیزه درونی شروع کن و از انگیزه بیرونی به عنوان کمک و تشویق استفاده کن. مثال عملی: میخوای هر روز ورزش کنی؟ انگیزه درونی: حس خوب بعد ورزش، قوی شدن، سلامتی. انگیزه بیرونی: این که بعد هر هفته انجام دادن به خودت بگی ایول دیدی تونستم؟ یا مثلا تو دفترچه خاطراتت بنویسی یه هفته دیگه هم انجام دادی یا دمت گرم. وقتی هر دو ترکیب میشن احتمال ادامه دادن خیلی بیشتر میشه. پیشنهاد دوستانه: امروز یه هدف کوچیک بذار و مشخص کن کدوم انگیزه درونی و کدوم بیرونی میتونه کمکت کنه تا بهش برسی. این تمرین ساده باعث میشه قدرت انگیزه خودتو کشف کنی. خلاصه بخوام بگم، انگیزه درونی انرژی واقعی و پایدار رو ایجاد میکنه. انگیزه بیرونی بهت کمک میکنه مسیرت سریعتر و راحتتر باشه. ترکیب این دوتا غوغا میکنه. و یه فرمول دیگه: انگیزه درونی به علاوه انگیزه بیرونی مساویس با انرژی پایدار برای رسیدن به اهداف. تو اپیزود بعدی میخوایم سراغ اشتباهات رایج شروع کننده ها بریم. اگه دوست داشتی نظرتو تو کامنت ها بهم بگو و البته با هم بیا تا این قدمای کوچیکو با هم برداریم.